داشتن دو. خب شروع میکنیم دیگه. اینا رو من چیدم تا وقتمون گرفته. مثل همیشه باید ما تمیزکاری کنیم. اکثرا همشون همین. خب اینو میذاریم اینجا. بریم بشینیم پای سیستم ببینیم چه خبره. چه سیستم قوی. خب اینجا یه دونه هم تو دیسکورد. بله. حالا یه استریم باز کنیم. نمیتونیم دست بزنیم. دیگه مجبوریم یه چیکار کنیم. ببینیم سه نفر اومدن نگاه کنن. مثل حرفی باشون بزنیم. خب فعلا که سه بعد تو این بازی خب خیلی کارا میشه کرد. مثلا بریم تو رستوران کار کنیم. خیلی چیزا داره. همش رو انجام میدیم. کارتای بعد فعلا اینجا این نوشته بود رفت. حالا هم که ما چیزی نداریم گیم اینا نمیتونیم بزنیم. باید بریم بیرون تا یه ذره پول در بیاریم تا بتونیم رم بخریم از سیستممون تا بتونیم بازی کنیم. خب اول گوشی رو باز می‌کنیم. ببینیم کسی بهمون سفارش میده. خب 26 این یه ذره کنیم. $29 حالا اینو قبول کنیم. با تو صرفه حرفه‌ایمون بریم. بس اگه بازی‌های دیگه مورد نظرتون هست اونا رو بگید تو ویدیوهای بعدی بذاریم. یه تا جایی که سیستم بکشه چون پی سی هم یه ذره ضعیفه. تا جایی که بکشه گیما رو می‌زنیم. این چقدر غذا می‌خواد. دیروز هم برای تست داشتم بازی می‌کردم. اینجا غذا می‌خواد. اینو برمی‌داریم. سوار میشیم و باز هم بریم ببینیم چه کارش برای کجاست. یکم باید اینجوری کار کنیم تا بتونیم مسائل زیاد بگیریم. داداشمون گفت نورد نوشته میده بالا. خب بله فکر می‌کردیم مثلا از کجا بریم. بذار این برو بالا. ما میتونیم نمیتونیم. میریم دور میزنیم. از این دور میزنیم. حتما نظرتون رو درباره ویدیو هم بگید. و اینجا اومدیم یه پرش حالی. درست میریم تو شکم یارو. خیلی آف یاده میشیم تا بریم برسیم. خب بچه ها تا اینجای ویدیو کامنت بذارید ببینم تا الان خوشتون اومده یا نه. خب گیر کردیم. خب همینجا بذار یه دونه این سفارش بگیریم. کجا داداش وایسا ببینیم. تقریبا $300 میخوایم تا بتونیم رممون رو بگیریم. اینم خوبه بریم. دوستان اگه دیگه ویدیو یکم صدا که تصویرش ایراد بشه. تازه شروع کردم فعلا چیزی ندارم. با گوشی دارم ریکورد میکنم. تصویر با گوشیه. صدام که با اون هدستیه که رو گوشم. داداشمون رفت. خیلی عالی. اینو برمی‌داریم. بریم اینم برسونیم. بده رفت این شد لگ دارم. اینجا چی می‌کنیم؟ کاف مشتی. خب بده اینم برسونیم. اینم برسونیم.
از همینجا یه سفارش دیگه هم بگیریم. خب یه لحظه اینجا در بیام. اینجا چه خبره؟ فعلا که یه ستاره 15 تا نه، فعلا نمیتونیم هزینه کنیم. یه فیلم بذاریم این عکس این بخواد ها گرفتیم. این الان با بذاریم تو این استایل. این هم لایت کنیم یکم. این هم بذاریم. خب این هم میاد اول خودمونم یعنی لایت کنیم. خب حالا بریم یه سفارش دیگه بگیریم. تو پارت های بعدی قشنگ ارتقا میده سیستم رو تا بتونیم گیم بزنیم. 33 تا اینم خوبه. اصلا ما تو سرخه که نه بریم. خب یادتون یه دقیقه برم. خب اینم برسونیم ببینیم اوضاع چه شکلیه. چرا تو در و دیوار این درست نمیشه؟ از اینجا بریم شرط اینجا. خدا خیلی عالی. یاده بریم به نظر من بهتره همین باشه. خب پس در تو یارو درش این بازم تو چه خبره داداش کم بخور. میشه اینو رو سوار شد؟ نه باید بخری. به چنده ماشاءالله 14,000 تومن. الان چقدر پول داریم؟ تقریبا ماشاءالله وضعمون تقریبا باید یه دونه یا دو تا هم سفارش بدیم تا بتونیم جمع بخریم. خب این خوب افتاد سیانات. اگه تا اینجای ویدیو اومدید یه لایک بکنید و یه دونه قلب قرمز کامنت کنید ببینیم کیا تا اینجا اومدن. خب بریم به ماشین مردم صدمه وارد کردیم. از کوهستان بریم. این درخته بازی مزاحم هم مثلا نگاه کنم. برو کنار چه خط نشید. کدوم برون اینجا دور میزنیم. داداش بکش کنار. امیدوارم که صدا خوب داره میفته. چقدر از اون پروینه ای فقط این میخواد سفارش بده. این شیکن یه دور پولیسی خب بودو بریم اینم بریم. اینم واسطا خب چقدر شد؟ 218 تا یه دونه هم ببریم فکر کنم میتونیم زمان بخریم. 30 تا همینه. خب بودو این ویدیو ها نمیدونم چند دقیقه شده بچه اینا رو برسونیم رمو بخریم یه دسته هم کانتر بزنیم لایک بگیریم. بازی هایی هم که دوست دارید بذاریم رو بگید کامنت ها بگید اگه سیستم هم بکشه میذارم برات. خب رفتیم تو غذای من گیر کردیم بکش عقب اینه.
اینم بریم برسونیم. نگو که بازم اون یارو هست. بله بازم خودش. برای این باید با کامیون غذا بیاریم. حالا پیکا بادو بینم استاد. خب الان خواهیم ببینیم دوستان که دیسو درست یادم نیستم. برای محکم کاری یکی دیگه میریم دیگه. این آخری $36. یعنی بازم اگه این نخواست اما اینم واسه همین. خب بچه ها ببینیم. من برم این بره تا بتون راه سر بگیرم و راه بده دیگه. همینجا پیاده شیم. بفرمایید. اینم آخرشه. اینم سفارش برسونیم و بریم. بازم اون یارو این قراره ندیه خوشبختانه این دفعه اینجا اون یارو اینقدر خورد سیر شد. این مرینه اون در اطلاعات دیواره. خب بریم خونه. مثلا دیدم که میرید که به کیبورد نگاه کنم، چون که من دست چپی هم این بازی نمیشه واسه دست چپ تنظیم کرد. با دست چپ هم دارم سمت راست کیبورد رو میزنم. به خاطر همون دیگه چون عادت نکردم هی به کیبورد نگاه کنم. گفتم بگم که خب اینم خونه ما. خب رسیدیم. یادش بریم پای سیستم. یه دونه اول خواب برداشتم که اینه. یه دونه اول خواب. بریم پای سیستم. این چیزی رو برش کن. بروزه یه دونه ایمیل برام اومده میشه $10 چیزی رو بابا. خب اینجا این میتونیم رم رو بخریم یا نه. رم $310 لعنتی. این اگه جای اسلات رم داشته باشم میتونم یه دو گیت بندازم. یه لازم اینجا پیاده کنم FAB. این جای اسلات رم داریم. تک اسلات این. پس در نتیجه یا باید کار کنیم یا مادربرد درست. ببینیم مادربرد چنده. روشن کنیم سردید. میریم بروزر و مادربرد رو ببینیم که با این 284 تا میتونیم چه کنیم. سی پی یو ببینش کن. مادربرد 200 خورده اینه نمیشه خرید. اصلا راه نداره. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ ماینر که نداره. اینجا هم دونیت هم که نمی کنن فعلا. پس باید بریم دیگه. باز هم ببینیم چقدر میخوایم. دوستان ویدیو 23 دقیقه شد. این پارت اینجا میبندم. این پارت اینجا میبندم. تو پارت بعدی همه چی اوکی میکنم. حتی بتونی کانترم تو این گیم بزنید. یعنی میشه گیم تو گیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. استاپ یادتون نره. خدا نگهدار.